ترم و اطلس بیایی تا به دوشونم تنه سینه ریزی از جواهر بندازم به گردنت. ترکیب یه پای خیلی خوشگل و خفن و قرار با هم دیگه یاد بگیریم همراه با دستش که با این حرکت توی مهمونی‌ها و دور همی‌ها بدرخشی. بریم برای یادگیری. اول بریم سراغ آموزش پاش. ترکیب از پای ضرب، جفت و پای کراس هستش. برای شروع یه نقطه رو، یه خط رو در نظر بگیر. از نقطه A میخوای بری به نقطه B روی یک خط صاف. برای شروع از پای ضرب میخوایم استفاده کنیم. پای ضربت رو میذاری پای راستت. البته که الان دوربین عقبه، همه میگید چرا به پای چپ میگه پای راست. این پای راست منه، میشه پای چپ شما. پای راست رو ضرب میذاریم، انتقال وزن، پای پشتی میاد جفتش. حالا همون پای راستی که ضرب گذاشتی و این دفعه کراس میذاری روی پشت، انتقال وزن، پای جلویی یه خط باز میشه. یه بار دیگه همین مسیری که اومدم و میخوام برگردم. ضرب، جفت، کراس بک، باز میشه. حالا این پایی که باز میشه رو من میتونم باش بازی مختلف کنم. مثلا بیارمش جلو، ببرمش عقب، دوباره این مسیر رو تکرار کنم و بعد با یه چرخش تک پا که توی پست قبلی گذاشتم انواع چرخش بچرخم. بزنم به گلدون، بیام جلوتر، دوباره بریم. ضرب، جفت روبرویی، کراس بک و حالا این پایی که جلوه باز میشه. حالا اینی که باز شده میتونه هی عقب جلو عقب جلو، بستگی به تکرار خودت و موزیکی که داری میشنوی داره. و بعد ضرب بذاری جلو این یکی پات، بچرخی و دوباره بخوای همین مسیر رو ادامه بدی. ضرب، جفت، کراس بک، پا باز میشه، جلو، عقب، چرخش. یه بار دیگه بریم با هم دیگه. ببین یه گوشه ایستادیم، یکی از پاهاتو که قرار باش ضرب برداری میذاری، پای پشتی بیاد جفتش. حالا اینجا آماده، میره کراس بک میشه، این یکی پات باز شه، همین مسیر رو هی جلو و عقبی بشه و بعد بیارم بذارمش ضرب جلو اون یکی پا و چرخش تک پا برم. این پا رو که خوب تمرین کردی، میری سراغ این که یه دست براش انتخاب کنی. دست رو میتونی از تمام فیگورهای دستی که بلدی استفاده کنی تو رپرتوارهای مختلف. میتونی هم خودت یه دست بسازی، یه دست ترکیبی. دستی که من ساختم از تقریبا ترکیب 3 تا دسته. من اومدم گفتم ببین اینجا که پام ضرب میشه، خب دست نیم دایره رو میزنم، یعنی با کف دست میام پایین، دوباره با پشت دست میرم بالا. حالا اینجا نوازش بدن رو میزنم و بعد دستم میاد پایین. حالا اینجا نوازش با پشت دست میاد جلو، جای دست ها عوض، با پشت دست میام، با کف دست برمیگردم. حالا اومدم اینو گذاشتم روی این پایی که الان زدیم. خب اینجا رو ببین، اینجا که پا رو ضرب برمیدارم، دست به هم نزدیک میشه به صورت نیم دایره. 1. اینجا که پا جفت میشه، دست ها باز میشه. 2. پا کراس بک میشه، دست ها جمع میشه. 3. پا که به بغل باز میشه، دستم به این حالت نوازش میاد پایین. حالا اینجا که هی داره پا میتونه همینجا تموم بشه، میتونم این عقب و جلویی که قرار بهش اضافه کنم رو، خب چه اتفاقی بیفته؟ این حرکت با دست و پا با هم بره جلو، برگرده. اینجا که اومد جلو، همین دستم بشه دست سبد و باهاش بچرخ. آماده؟ 1 2 3 4 5 6 7 و 8.